این آیت مشکلات مکمل حل می سازه. موضوعی که امروز سر و صدا بلند است، حقوق زن. دنیای کفر بهانه کرده ایره تا خطوطا سری مسلمان ها داره، مسلمان ها را زیر آورده. اما مسلمان ها را چرا زیر آورده؟ مسلمان نما، مسلمان تذکیره‌ای، مسلمان میراثی که از دین اینقدر آگاهی نداره، زن خدا آنقدر ظلم کرده که پرسان نکنه، مویایش کنده، انگشتیش قطع کرده، بگوی چیسته نعوذ بالله لتوکوب کرده، چیسته زخمی زده کرده، از خانه کشیده دشو، نعوذ بالله نوع ظلم ها را سرش کرده. اینمی مسلمان نماها موقع و زمینه را برای اعتراضی که کفار برابر کرد و سر ما اعتراض میکن. این مسلمان نماهاست، مسلمانی واقعی نیست. مسلمانی واقعی به خاطر نیست که در قرآن ننشسته، خود خبر نکده که من چی مسئولیت دارم. قرآن برات میگه الرجال قوامون، نظام زندگی خانه را تو برابر میکنی، تمام امور تو نقشه میدی، تو باید مراقبت بکنی. زندگی چی رقم شود؟ مراقبت چی را میگه؟ اگر در کارخانه را شروع کرده، یک ماشین یک پرزش خراب میشه، کلی کارخانه فلج میشه، کارگرای مکمل معطل میشه، با اسرع ترین وقت تلاش میکنی که پرزه را پیدا کنی، به خاطر که کارخانه فلج شده. زمانی که میبینی که نان وجود نداره، لباس وجود نداره، زنم لباس نداره، نان نداره، نفقه نداره، قرار خود در کوچه حسن چپ زده، نظام خانواده را خراب نکردی، تو خراب کردی. الرجال قوامون، اول معنای قوام بفهمیم، بعد از اون میفهمیم. یک معنای قوام است که مردا بس دیگه سردمدار هستن بالای زنا، که چیزی میخوان بکنه، بزنه، لط کنه، دودش نام کنه، هر چی کنه. این معنا غلط است و نیست. کسی که از این آیت این معنا را میگیره، حتی ما شنیدم از وکیل پارلمان این معنا را از قوامون این معنا را میگرفت، بدبخت نمیفهمید که قوامون چی معنا داره. قوام میگه، قوام استاده کننده یک نظامه، چلاننده یک نظامه، سرپرسته، کسی که انتظام یک امر میکنه. مرد در خانواده انتظام کننده است، کل چیز برابر کن، کدام چیز نیاز است. روزانه از همسرت سوال میکنی چی چیز کم بود است، بوره، چای، کالا، روغن، آرد، همه چیز مکمل، گاز، چی چیز. سهولت آماده کن که زنت بتانه، همسرت بتانه تمام چیزی که خواستی توست او را به وجه اسهل و آسان در سر رسانده بتانه. تو روغن در خانت پیدا نمیشه، باز پیکوله طلب داری، نه کچالوست نه آردی پیکوله، بگاه که می قاشای ترش انداخته که چرا پیکوله نکردی، نیست، وجود نداره. تو قوام توستی. ای آیت مردا را متوجه به مسئولیت می سازه که مردا شما بر انتظام کننده نظام خانواده هستی. این فضیلتی تو نیست، این مسئولیتی توسته. مسئولیتی تو را انگشتنما میکنه که مرد تو در کدام درجه قرار داری. قاعده ایست که کسی مسئولیتی بالا داره، سرنوشتی کلگی در دستی از او باشه، برالاگه پس که دیگران حکمش اطاعت میکنه. کسی که کارخانه جور بکنه، رئیس کارخانه خودش میباشه یا یک نوکری که ماشین چالان میکنه او رئیس میباشه؟ کدامش میباشه؟ خودش رئیس میباشه. اگر همینجا تظاهرات کنه همین نوکرا برادمی سرک و بگوه که ما حقوقی برابر میخوانیم، و برادر امری رئیس قبول نداره، ما باید رئیس باشیم، درست است یا نادرست؟ کلگی را میگه که مردم دیوانه است. مصرف کارخانه والا کده، زحمت ای کشیده، کارخانه را ای جور کده، آلی دعوای سرداری و سیادت و رئیسی را بگوه کارگر میکنه. این کفار قدر احمق است، نعوذ بالله، از مرکب کدم یا حماقتش پایین است. امروز تو زنه خطی مرد برابر میکنی و میخوایی که زنه در خانه سرپرست مقرر کنی. تو یک نوکری کارخانه را سری بگوی کارخانه والا سردار مقرر میکنی. اگر نوکری کارخانه رئیس شوه و رئیس یک کارگر جور بکنه، نظام کارخانه درست میچله یا خراب میشه؟ نوکر چی غمیشه داره؟ نه مصرف کرده، نه میگه اگر کسی کار کرد هنوز کارگرای هم جنس دیگه خدا چی میگه؟ خوای تا بزنه، زنی پدری از زیر او ببره. همینطور میگه نمیگه؟ کارخانه فلج میشه،
تا که خود سرپرستی نکنی از بین میره، از بین میره. الله متعال به یک کلمات خیلی کوتاه اما بسیار رسا، قناعت بخش ما را باید هر خواهر مسلمان متدین و هر برادر مسلمان متدین باید ایره بپذیره که بالکل واقعیت است. خرج و مصرف در خانه کی میکنه؟ مرد یا زن؟ مرد میکنه. اگر دوست بیا بیگا تک 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 دروازه را خوب به ضربه بزنه، زن بگوی جرأت کرده میتونه که در دروازه بره؟ شوهر خود میگه بخی ای مردکه حالا کی دروازه زده میشه؟ نمیتونی. اینی صفت الله به مرد داده به تو زن نداده، نمیتونی مقابله. از این صفت انکار کرده میتونه کس؟ نمیتونه. خرج و مصرف همو میکنه و در موقعی که سختی هم میاد تو خودت آماده نیستی شوهر خیستانده، خیر چطور شده میتونه که باز دیگر روز میگی نه من سرپرست باشم، من سرپرستی خانه باشم؟ قرآن برات گفت دو فضیلت است، یکی وهبی الله بخشش کرده به مرد این صفتا را داده به تو نداده. دوم کسبی، نفقه خرج مصرف شوهر میکنه، پس اداره مصرف هم در دست کی باشه؟ خرج بگوی کننده. ادارش در دست کی باشه؟ خرج کننده. دنیای غرب حالی میگه زنا را چی بده؟ وظیفه بده، در دفترها بره. چرا اینطور میکنه؟ که یک چیزی پول پیسه پیدا کنه. چی پول پیسه کی پیدا کرد حالی محتاج به کی نمیشه؟ بگوی به شوهر نمیشه. خو غربی تو خویی طور برابر میکنی زن و شوهر، حالی که کلگی برابر شوه نظام پیش میره یا فلج میشه؟ فلج میشه. نظام فلج میشه. من قرار در چوکی میشینم، تم قرار در چوکی میشینی، ما برابر هستیم دیگه. ها؟ مرد میگه نه طعام تو پخته کو، زن میگه تو پخته کو. وی چی؟ کدامش پخته کنه؟ بیشینه گوشنه تا صبح، تا صبح آخر از گوشنگی وفات کنه. الله متعال تقسیم کرده بود به مرد صفاتی داده بود که بیرون بره، کارهای شاقه و تکلیفه سری شانه خود بار کنه و بره بگرده، رق ریزی کنه، بیگاه منتظر بیایه که حتی نانم در دلش نمیشه، تنها با چای اکتفا میکنه. و زن صفتی داده در خانه، مهر و محبت قطع اولادش ساتش دیر است امینجا. خو لیکن تیاری طعام سری زن است، تر نزاحل است، زندگی پیش میره. دنیای کفری غرب آمده، اینمی زندگی که روان است چی میکنه؟ بگه فلج میکنه زندگی را مکمل، ایره فلج میکنه. قرآن کریم گپا خلاص کرد الرجال قوامون علی النساء. دیگه تشریحات نمیدم. مفسرین کرام در اینجا دیگه هر کس اسب خود در میدانای قوی دوانده، مسائل تفریح کرده و گفته و بیان کرده. نه ضرورت به اون نیست. قرآن مسئولیت مرد مشخص ساخت که مرد مسئولیت خانواده در دوش توستی، سرپرست توستی. هر نوع خلل و نقصان که در خانواده پیدا میشه اول انگشت طرف تو گرفته میشه، به خاطری که مسئولیت در پیش توست. زن میگه که ای زن آرام آسوده خو کرده ای، نه از نرخ آرد خبر داری نه از نرخ روغن. آمده میایه بگوی انوز بری خود بگوی تلخ بولانی نم پخته کده رایستی گرم میخوری. شوهرت مچم که میایه نمیایه که بیام امو بولانی یخ میباشه که لذت هم نداره. آرام آسوده، زندگی آرام آسوده را نمیخوای؟ بخوا اطاعت شوهر بکن، اطاعت شوهر بکن. قرآن برات میگه یک فضیلت الله امو طور داده، یک فضیلت به خرج و مصرف است. خو لیکن زنا دو قسم است، قرآن خودش بیان کرده. فالصالحات زنان نیکوکار، صالح او زن میگه که حق الله را رعایت میکنه و حق بنده الله را. حق الله را نماز از پیشش نمیره. ما اینطور زنا داریم که بله یک قدر از شوی خود دور میخوره که پرسان نکن، از همون خاطر ابروی خودم میچینه. چرا؟ شوهرم امر کرده. و برادر شوهرم امر کرده، شریعت امر نکرده. شرابم برش آماده میکنه، طعام پخته میکنه. چرا؟ 10 سال میشه قطعی شوهر زندگی میکنی، روزه نمیگیره، ده همه رمضان تو نان برش پخته میکنی، حتی به پدرش هم نگفتی که بچه روزه میخوره. والا شوهرم است. نه، اطاعت شوهر در دایره شریعت است. وقتی که شوهر تو را به امر میکنه به غیر شریعت نمیکنی. قولا لچ در بیرون میگرده خیرت است، شوهر مرا میگه که حجاب نپوشی. خلاص طوری نه. صالحه او زن میگه که اطاعت اول حق الله را در نظر میگیره.
در مقابل حق الله حق شوهر نمیگه که شوهر مرا میگه. اگر امر شوهر در دایره شریعت بود به سر و چشم میپذیره، خلاف دایره شریعت بود قطعا قبول نداره. یک شوهر میگه من تو را نمیمانم نماز بخوان، یالی بگه که من خیر نماز را ترک میکنم، نه که تو را نمیمانه سبا عریضه را دایر کده محکمه که مرا به نماز نمیمانه، من قطعی زندگی نمیتونم. خیم روزو گپا نیست، اینطوری زن نباشه، حق الله را مراعات کنه. دوم حق بنده الله را هم مراعات بکنه. بعضی زنان خیلی شیخ است، صوفیگری را یاد داره، نمازای زیاد میخونه خیلی زیاد، لیکن حق بنده را، حقی هم شوهر خود پوره نمیکنه. روزه نفلی بدون اجازه شوهر درست است یا نادرست؟ نادرست است. روزه فرضی حق شوهر حق نداره، روزه نفلی حق داره که تا اجازه نگیره زن که او شوهر من روزه میگیرم بس. این زن صالحه میگه که هر دو حقوق مراعات میکنه. قانتاتون تابعدار هستن، یعنی اطاعت شوهر میکنه در او اموری که شریعت اجازه داده، مکمل تابعدار. چرا؟ الله او را سرپرست مقرر کرده، این تابعداریش بکنه. از پیش مطالبه میکنه اولادی مرا خوب نان بده، چای بده، نزن، لد نکو، نزن، نان و چایش بده، مصرف کو سرش، خوب نگاه کشه، پاکیزه، خانهت پاک باشه، کسی را اجازه نده، بس نده اجازه. حافظات للغیب بما حفظ الله، حفاظت کننده است نفس خدا، مال شوهری خدا، رازهای شوهری خدا، گپایی که زیر لحاف است را با کسی قصه نمیکنه. للغیب دو معنا داره. حافظات حفاظت کننده است للغیب، گپای پنهانه که راز است در بین زن و شوهر، ای را با کسی قصه نمیکنه. بعضی زنای نادان میره کلی رازی شوهر خود با زنای دیگه قصه میکنه، شوهرم اینطور کرد که اینطور کرد. این گپا را قطعا با زن جایز نیست که با زن دیگه یا با کسی دیگه این رازا را افشا کنه. چرا؟ هن لباس لکم و انتم لباس لهن. قرآن فیصله کرده بود زنا لباس برای شماست، شما لباس برای ازواست. عیبا هم رازا را تو پنهان کرده، از او از تو را. از همون خاطر در حدیث میاد کدام زنی که زن دیگر را توصیف کرده به شوهر خود است، مثل که او پیش روش نشسته باشه، یا نعوذ بالله چیست مورد لعنت الله قرار میگیره. راز شوهر خود به کسی نگو، خلاص. حافظات للغیب ما نام داره. حافظات للغیب ای فی الغیب، حفاظت کننده است نفس خود، مال خود، اولاد شوهر و مال شوهر. للغیب فی الغیب، در حالت نبودن شوهر که غایب است، کسی را اجازه نمیده داخل اویلی شوه، مکمل حفاظت میکنه. چرا؟ بما حفظ الله، به سبب او چیزی که، به سبب او توفیقی که حفظ الله، الله ای را نگاه کرده، یعنی توفیق داده برای نگاه کردن، وگرنه ضعف قوت علمی و عملی زن موجود است. در هر لحظه نعوذ بالله امکان ازیره داره که زن حفاظت نفس خود نکنه از مال شوهر. چرا؟ شوهر رفته، کل اختیارات کلید صندوق قطع عزیز. بعضی زنها مطور میکنه، شوهر پس میاد که خانه هست، دروازه واز، زن نیسته، طلا هم گرفته، پیسه هم گرفته، برو بخیر قطعی نفری دیگه. در کجا؟ در دبی. سرحدش در کجا میبره؟ الله که توفیق نده کسی را با سخت است واقعا. خود توفیق الله وقتی است که ای زن متدین باشه، الله را بشناسه، دین الله را بشناسه، بفهمه که گناه است. ما سالا در عقد نکاح آدم بند ماندیم، اگر کسی دیگر حتی نکاح بسته کنم نکاح حرام است. دین رستیر نکردیم والمحصنات من النساء که حرام کرده شده زنانی که در نکاح عقدی کسی قرار داره. زنای بیدین در زمان طالبا همینطور قضیه در پیش ما آمده بود. یک زن 9 اولاد داشتن، با یک جنرال دگروال گریخته بود. عکسایش باز عمو شوهرش برای ما آورد که باز عکسای خودم برای شوهر خود روان کرده بود. این غیرت، این حال. علت چی بود شما خبر داری؟ علت ای بود که نعوذ بالله آزادی. شوهرش ما گفتم که بسیار بی غیرت انسان هستی. چرا؟ در منزل سومی بود، در منزل 4 دگروال بود، دروازه تواز پایین میشد بالا میشد. آزادی مطلق بده. این مکرویانا که ساخته شده ایره به غرض درست دنیای کفر بر ما نساخته، ایره به این غرض ساخته که اختلاط بیاید.
رفت و آمد قوی شوه و بالکل نعوذ بالله مراکز زنا دیگه قوی شوه. چرا؟ در یک زینه بالا میشی هیچ کس تو را منع کرده نمیتونه. چرا؟ اتاقی تو موجه از، خانه تو از، دیگه هم است. اما اویلیت جدا باشه، باز کسی در طرف اویلیت دور بخوره و تو بیایی که در طرف اویلیت نفر آمده همونجا جای با جای استاد بکنی، چند مرمی فیر بکنیشه. لیکن دنیای کفر راهایی را برای ما آماده کرد که مردم مبتلا به این گناه ها کرد. بره آمارگیری کنه، شما تحقیق و بررسی کنه که زناها در مکرویانا زیاد میشه یا در اویلی ها زیاد میشه، در کدام جای زیاد میشه. دخترها همون قسم میگروزه در کجا؟ بجز از او زنایی که واقعا خاندانی که متدین است. حافظات للغیب، عقیده نداشته باشه، الله توفیق برش نده، در بدر استی، تو خود شوهر استی میری، کی خبر داره از این حالت؟ از این حالت کی خبر داره؟ از امو خاطر پیغمبر علیه السلام میگه که تنکح المرأة لاربع، زن از چند وجه نکاح میشه؟ از 4، از جمال بگوی، از نسب و حسب، از مال و از دین. فاظفر بذات الدین، ذات دین نکاح بکو که نمیتونی کنترل کنی زن تا که دین نداشته باشه. تو طرف هستی موبایل شروع است، خنده، مذاق، همه گپا شروع است. این واقعات در پیش من خیلی زیاد آمده. گریانا کده، زنا گریان کده، شوهری خود دیده که مذاق کده. چرا؟ دختر خوش دارم. و بی غیرت، تو خوش داری؟ از کدام را خوش داری؟ مومن هستی یا کافر؟ در اسلام خوی طور گپ نیست که تو خوش داری دیگه حالی مذاق و خندک و گپای چتو خارج از چوکات بزن. زن میگه، زن به شوهر خود همینطور مستقیم میگه تو خود شوهرم هستی، خود فلانی بچر از یاد دوست دارم. نعوذ بالله. او بچر به خاطر چی دوست داری؟ بگو. در این کابل جان گپایی را آدم میشنوه که موی سر انسان استاد میشه. واقعا که وقتی قرآن آدم میخواند دین است. دین است که آبرو، عزت، احترام، غیرت، همه چیز قطش مسئول میشه. مسئول باقی میمانه. که دین نبود بازی گپا کلش نباد هواست. دین اینمی رقم است. قرآن از او خاطر میگه زنا را 2 قسم میکنه. حافظات للغیب، حفاظت کننده است در وقت غایب بودن شوهر خود، نفس خودم، مال شوهر، اولاد شوهر، بما حفظ الله، به سبب او توفیقی که الله حفاظت کرده، یعنی به سبب حفاظت الله که امی زن حفاظت کرده، توفیق داده که باید همینطور یک عقیده داشته باشه که امی بستر شوهر مرا کسی پامال نکنه، خلاص اجازه نمیده. واللاتی تخافون، او زنایی که اصول جامع خانوادگی را الله بیان میکنه. واللاتی، او زنایی که تخافون، شما ترس داری، میترسی، نشوزهن، از نافرمانی، از سرکشی، از و نشوز، نشز اصل میگه بلندی را. بلندی اینجا چرا نشوز میگه؟ زن خدا بلند میتراشه، شوهری خدا هیچ حساب نمیکنه که شوهر است. نافرمانی وقتی میایه که زن خدا چی بشماره؟ بگه یک کمی بلند بشماره، او شوهر خود حقیر بشماره. اونو وقت نافرمانی میاد. اگر او طور نباشه خود اطاعت میکنه، خلاص فرمان برداریست. فعیزوهن، اصول چطور است؟ در این روزا 3 طلاق داده میباشه، باز گریان کرده پیش ما میاد، حالا پیش سلفیا بره. باز ما چی میگم؟ دم یک حکم سلفیستی یک مولی یک کسی روان کرده بود، دمی روزا روان کرده بود قبل از رمضان. خب بگو خیرت است، والا این طور است مولی سے پیش تو روان کرد. مولی سے پس زنگ زدم که اگر در یک حکم ما فتوا بدیم چی است؟ خودتان ما را اینطور به مردم تبلیغ میکنی که یا آسان گیر هستن، حکمای آسان نظر مذهب جمع کده و فقط عمل سری ازو میکنه. اینجا اینطور تومتا سر ما میلگانی و این طرف باز به فتوا مردم به ما روان میکنی. این را تلفیق میگه. تلفیق نعوذ بالله، این الحاد است، این زندقیت است. ما احکام آسانی هر مذهب نگرفتیم، ما احکامی که مبتنی به اساس قرآن و حدیث است اون را گرفتیم. تو چرا فتوا نمیدی امیره؟ وقتی که ضرورت میبینی، خودت مناسب میبینی که امی زن و شوهر جدا نشوه، و ما چرا روان میکنی؟ خیر که به ما روان میکنی، ما وقتی فتوا را داده میتونم که سلفی باشه، در کلی گپا سلفی باشه، تنها در یک موضوع طلاق سلفی نباشه.
اینطوری خو نمیشه. پس برش روان کردم که این شرطا را اگر میپذیره پیش ما روان که فتوا بدم، اگر نه که نمیپذیره ما فتوا دادنی در این موضوع نیستیم. همینطور سلفیت هم میپذیره که پرسان نکو. باز ما چی برش میگم؟ ما گفتم سلفیت خو به خاطر این موضوع پذیرفتی، دیدی؟ حالی خو مزه برات نمیده، لذت نداره، خو پسان باز میفهمی لذت سلفیت هم. باز با این دین آشنا میشی ان شاء الله، با این نظام که تو را کدام طرف میکشانه. اگر چه حالی خو به خاطر منفعت شخصی این مسلک قبول میکنی، خو باز میفهمی که گپ در کجاست. برش که میگم چطور است فتوای او مردم خوب است یا فتوای ما؟ میگه او خو ما را در بیغیرتی کشانده رایسته ما را مرتکب به حرام میشه، صیغه کنی، میگه حلاله کنی، حلاله الله رحم بکنه. باز ما برشان چی میگم؟ ما گفتم نه دیگه شرطم دارم، سلفی خو شده که تا ترجمه قرآن حاضر نشوی فتوا را برات نمیدم. هم شوهر میزن بیای، چرا این را طلب میکنم؟ خبر داره که او آیت قرآن بشنوه. قرآن کریم چقدر اصول زرینه برای ما گذاشته. زن نافرمانی میکنه، سرکشی میکنه، خود کلان میتراشه، چند مراحل الله برات گذاشته. نکاح یا عقد ایجاب و قبول گپ مسخره نیست. این سودای بازار نیست که دلت نشد پس سودا را پس بده یا در کسی دیگه بفروش. این عقد محکم است، با تاکیدات، کلمات تاکیدی بسته شده، آیتای تقوا خوانده شده، حضور مردم بوده که تو زن و شوهر شدی. حالی دیگه تا که رای مواصلت و توافق وجود داره قطعا در بین شما جدایی نمیاد. طلاق در زبان نبیاری، طلاق بسیار دور گپ است. وقتی که داود دور گپ رسیدی باز طلاق است. بازم سه طلاق نیست. اینا قرآن برای ما بیان میکنه. اول چی بیان میکنه؟ واللاتی تخافون، او زنایی که شما میترسین نشوزهن از بد روزگاری، سرکشی از وا که فرمان برداری نمیکنه. اول مرحله فعظوهن، نصیحت برش بکنی، وعظ او را میگه که او مانع شوه از بد روزگاری، از او بد اخلاقی، از او مانع شوه. ای را وعظ میگه. چی رقم اینیالی برش بگو؟ این وعظ چی را میگه؟ برش میگی که ای زن، الله متعال مرا سرپرستی خانم قرار کرده، تو باید اطاعت مرا در چوکات شریعت بکنی. بله اگر زیادت ظلم در حق تو کردیم، نان نفقیت کم بود است، حقوق دیگه کم بود است، ما ملامت بش. خو این زندگی اگر به این سیستم پیش میری، این زندگی نیست. زندگی خوشی، زندگی خوشحالی، زندگی در دست ما و تو قرار داره. ما کمال احترام به تو قائل و تو کمال احترام به ما قائل. ما که میایم که بگویم که فاطمه جان چطور بود امروز خانه، تکلیف خو ندیدی؟ انشالله همه چیز میسر بود، اولادا خوب جور بودن، الله تو را برکت بده. چقدر خوب دلی از او چی میگه؟ او میگه زید جان بخیر آمدی، تکلیف خو ندیدی، خوب شد که با سلامت به چشم چی دیدم تا. الله اکبر. محبت است که از هر دو جانب چی میکنه؟ موج میزنه. حالی در عمر اینجا اختلاف نمیشه. شوهر تلاش زیر داشته باشه من مسئولیت ادا کنم، او از پیشت طلب نکنه تو وقت ایره خاص به تو آوردیم. خاص مادر اولاد داستی تکلیف زیاد میکشی به خاطری که یک کمی انرژی بگیری. الله اکبر. این شیره بردا، این گوشت آوردم. الله اکبر. ایک طلب نکرده لباس رختی خوب زیبا برات معلوم شد، خوب موزون، چسب نیست و شفاف نیست، نازک نیست، مشابهت با لباس کافر و مرد نداره، در بازار خریداری کردی قیمتی حجابی خوب نازنینه، ایره بری تو آوردن پیش از پیش. زن میگه که الله اکبر، حالی من چی بکنم؟ او در ادای مسئولیت خود بپردازه. چای ولی چای دلم است، اینه در ترمز تیار است انشاءالله. من وقتی اینم انداختم، امروز دلم چی بورانی میشه، غم نکو اینه بچه را رای میکنم کدو را میاره دیستی در 4 دقیقه برات بورانی پخته میکنم. نمیگه که بره در این وقت دو از پیشی من بورانی پخته میکنم. بورانی پخته را طلب داری. زندگی خانواده در دست شوهر و همسر است. خلاص اگر یا بخواهن هیچ نوع معضله پیدا نمیشه، مشکل پیدا نمیشه، هر کدام مسئولیت خود بفهمه، مسئولیت ادا بکنه، بس زندگی خوش است. این قدر به خوشی پیش میره که پرسان نکن.